و جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می‌فرمایند که در روز قیامت خداوند وقتی تمام مردم را در صحرای قیامت جمع میکند، از بین اونها 7 گروه جدا کرده در سایه رحمت خودش یا اینکه در سایه عرش خودش جا میکند. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در صحرای قیامت از او رنج و مشقت و عذاب قیامت 7 گروه مردم نجات می‌یابند و خلاص میشوند. یکی از اون جمله و شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی هست که لحظه های جوانیش در طاعت و عبادت و بندگی پروردگار گذرانده باشد. یعنی جوانی که از جوانی، از لحظه های جوانی طاعت و عبادت و بندگی الله را کرده باشد، او جوان خداوند بزرگوار در روز قیامت در سایه عرش خود جا می‌کرده. از خیلی بشارت و خبری بزرگی هست، خیلی فایده بزرگی هست برای انسانی که اگر بخواهد که خودش از رنج و مشقت و عذاب قیامت خلاص کند. یعنی لحظه های جوانی را در عبادت و طاعت و بندگی پروردگار، شخصیتی که گذرانید، جوانی که لحظه های جوانیش در عبادت و بندگی پروردگار گذرانید، او در روز قیامت از رنج و عذاب و مشقت آخرت خداوند او را نجات می‌دهد. و حکایت میکنند در دور جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جوانی بود که در گرمی های روز و مسجد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبادت می آمد. روز به خاطر سنجش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سر راه او جوان گرفت و ای جوان، در این گرمی روز، در این حالت گرمی چی ضرور داری؟ گفت نه یا مسجد. گفتم بگه حال جوان هستی، اگر پیر شیبت عبادت و بندگی میکنی بعد مسجد میای. وقتی برای جوان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنین گفت، جوان به سوی حضرت عمر گشت گفت که ای عمر، کم میوه هست که به پختن میرسد، یعنی کم انسانی هست که به حالت پیری میرسد. جوان گفت که ای عمر، گفت بعضی میوه در وقت گل بودن از شاخه در زمین میافتد، بعضی میوه غوره میشود، سبز میشود، نیمکاله خام در زمین میافتد. کم میوه هست که به پختن برسد، یعنی کم جوانی هست که به پیری برسد. اگر ما بگیم که فردا پیر شیم، در پیری میکنیم، در پیری انسان او طاعت و عبادتی که در جوانی کرده میتونه در پیری کرده نمیتونه. چنانکه حضرت مولوی هم گفته و فرض گر رسی در پیری ای یار، خدی پیران ندارد طاقتی بار. انسان پیر او باری وزوین عبادت بندگی را برداشته نمیتواند. این باری که امروز جوان میبردارش او را پیر برداشته نمیتواند. به میخاطر ما و شما باید این لحظه های خوشی جوانی را در عبادت و بندگی پروردگار گذرانیم، غنیمت بدانیم. این تنی ساعتی که الله برای ما داده است، این قوتی جسم و بدن خوبی که خداوند برای ما داده است، این حسن و جمال و زیبایی که خداوند برای ما جوانها داده است، برادرای عزیز، زیب باش و حقش این است که این را در راه خدا صرف کنیم، در راه رضای الله، در راه اطاعت و محبت و دوستداری و فرمانبرداری پروردگار. لحظه ها را باید که ما و شما استفاده ببریم، صرف کنیم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث های مبارکش میفرمایند که اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت بدانه 5 چیز پیش از آمدن 5 چیز. خداوند 5 نعمت برای ما و شما داده است که این نعمت ها در ما امانت هستند، آخر خداوند اینها را از ما و شما میگیرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا اینها را غنیمت بدانه، استفاده ببره به طرز درست، در راه رضای الله، در راه اطاعت و محبت، فرمانبرداری و دوستداری الله اینها را استفاده ببره که اینها خیلی نعمت بزرگی هستند و آخر از شما گرفته می شوند. یکمین چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که غنیمت بدان که آخر از تو گرفته می شود و شباب که قبل هرمک، جوانی را غنیمت بدان پیش از آمدن پیری. جوانی بسیار نعمت بزرگ است، اما از قفاش پیری داره، از قفاش خاری داره. این حسن جمال و این زیبایی که در جوانی آخر این پژمرده میشه و خزان میشه و آخری از ما گرفته میشه. به همین خاطر باید که ما این لحظه ها را
غنیمت بدانیم، لحظه های جوانی را در طاعت و عبادت و بندگی الله بگذرانیم. و دیگر چیز جناب رسول الله گفتن غنیمت بدان و صحتک قبل سقمک، تنی ساعت غنیمت بدان پیش از آمدن دردمندی، چون که این تنی ساعت بهترین نعمت پروردگار است. انسان دردمند طاعت و عبادت خوب کردن نمیتونه. همین خاطر باید که تنی ساعت هم ما و شما غنیمت دانسته در عبادت و بندگی خدا صرف و غناءک قبل فقرک. و دیگر چیزی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله غنیمت بدانه دارندگی، مال و بایگری خود را غنیمت بدانه پیش از آمدن ناداری. این مالی که پروردگار برای ما و شما داده است، حقش همین است که این را در راه خودش صرف کنیم، در راه رضای الله، در راه فرموده الله صرف کنیم. و فراغک قبل شغلک، این آرامی و تندرستی و خوبیه که وقتی آرامی که خداوند برای ما نصیب گردانده است، اینها را ما باید غنیمت بدانیم و در عبادت و بندگی خدا این لحظه های آرام و خوب بگذرانیم. و آخرش و حیاتک قبل موتک، لحظه های حیات، لحظه های زندگی را پیش از آمدن مرگ باید ما و شما غنیمت بدانیم و در این لحظه های حیاتمون پروردگار عبادت و بندگی خوب و جا بیاریم. به این خاطر برادرای عزیز بزرگوار، لحظه های جوانی بسیار لحظه های قیمتی هستند که باید که ما و شما قدر اینها را بدانیم. و شاعر فرمودند که عزیزم زیب طاعت در جوانی است که پیری لحظه های ناتوانی است. برادر عزیز، ای جوانی محترم، ای دادر عزیز، زیب طاعت و بندگی خدا هم در جوانی است. انسان فقط زیب حیاتش در طاعت و عبادت بندگی پروردگار. جوانی را که وقتی در نماز میبینی، جوانی را که وقتی در رکوع و سجود و در تکبیر و تحلیل میبینی، جوانی را ببینی که قرائت زیبا داره، باور کنی زیب است برای او، زینت است برای او. زیب حیات برای انسان در همین جوانی حضرت. مگو سازم عبادت وقت پیری، یعنی یقین دان که به حسرتها بمیری. نگو ای جوان عزیز که وقتی پیری من پیرشم بد عبادت میم. اگر چنین گفتی عمیق بدان، یقین کن که به حسرتها از دنیا میره، چون که انسانهایی که در جوان عبادت نکردن در پیری حسرت خوردن، دیگه نتونستن عبادت کردن. چرا که حضرت مثنوی هم گفته در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، کی خدا را میپرستی. انسان کودک نمیدونه پسته، عقلش نمیرسه، در جوانی مستی و فریب یعنی گناه میکنه و وقتی که پیرش سست میشه دیگه عبادت کردن نمیتونه. کی دیگه عبادت و بندگی پروردگار به جا آورده میتونه. او امری که خداوند گفت وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت و بندگی پروردگار تا دم مردن به جا بیار، این امر خدا را کی دیگه لبی میگوید انسان به جا میاره. به این خاطر انسان انا از که مگو که وقتی پیری عبادت، مگو سازم عبادت وقتی پیری، یقین دان که به حسرت ها بمیری. عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. این لحظه جوانی ای برادر عزیز مثل بهاره هست، این غنیمت بدان که در کنارش از قفاش خزان است. چرنگه که بهار گذشت خزان میآید و برگها زرد میشوند و از شاخه در زمین میافتند. این برگ حیات ما هم، این برگ سبز حیات ما هم، این زیبایی و جوانی ما هم روز خزان میشه و از ما به زیر خاک افتاده میره. رسد روز تو را قامت شود خم، نماند زینت و قوت شود کم. روز بشه برادر عزیز که این قامتی بلند و زیبای ما خم میشه و این قامت ما چنگ میزنه و این زینت و زیبایی و جمالی که خداوند برای ما داده است، این زینت از ما کم میشه. پشیمان میشوی از این جوانی، غنیمت دان که آن دم ناتوانی. از این جوانی که وقتی در طاعت و بندگی خدا نگذراندش، اون لحظه باید پشیمان میشه. غنیمت بدان که اون لحظه ناتوانی دیگه عبادت بندگی کردن نمیتونه. عزیزم قدر جان را بیشتر دان، رضای حغز شیطان پیشتر دان. جوان عزیز قدر جان تا زیادتر بدان. این جانی تا قیمت دارد، بسیار بزرگ است. قیمتی خود برده ای، نان مانده ای، نرخ بالا کن که ارزان مانده ای. حضرت مولوی میگه قیمت ناله نان مانده
فقط هم شکم سیر باشه و دیگه پروا نداری که تو کی هستی و ترکی خلق کرده است، برای چی خلق کرده، یکم فکر نمیکنی. خاطر حضرت که قدر جان تا زیادتر بدان، رضای پروردگار از رضای شیطان بالاتر بدان. باید ما و شما خواهان رضای الله باشیم، نه اینکه خواهان رضای نفس، نه اینکه خواهان رضای شیطان دنیا. الله هر چیزی را که از ما دوست می‌داره باید ما همون را به جا بیاریم. ما بنده اش هستیم، باید بندگیش را به جا بیاریم. جوانی را به شیطان داده ای تو، نمیدانی مسلمان زاده ای تو. جوانی را به شیطان داده ای تو. اون جوانهایی که از قفای شهوت و نفس و دنیا میدوند، از قفای زنا و عرق نوشی و یعنی فحشا و گناه میروند، او مثل همینه که لحظه قیمت جوانیش در شیطان در دشمنش بخشیده است. گفته که جوانی را به شیطان داده ای تو، نمیدانی مسلمان زاده ای تو. مسلمان زاده ای تو، شیطان پرست و شیطان صورت و شیطان صفت نیستی. اصلی تو از اسلام و پدر و مادر تو اهل اسلام بودن، تو مسلمان زاده هستی. تو را یک رنگ مادر هم پدر بود، چرا این دم تو را رنگ دیگر شد؟ پدر و مادر تو ایمان داشتن، اسلام داشتن، خدا پرست بودن، خدا ترس بودن، برای چی امروز تو درنگه شده؟ گاه وقت مسلمان، گاه وقت منافق میشد. کجا هست ناموس اسلام و دینت، مگر شیطان پرستی هست یقینت؟ ناموس اسلامی تو، ناموس دینی تو در کجا هست؟ این رفتار و کرداری بده که داری جوان، آیا یقینی تو، اعتقادی تو شیطان پرستی هست، بی خدایی هست؟ پشتی پازم تخت کیکاووس را، سر بده از دست مده ناموس را. پادشاهی کیکاووسه که یک بربر دنیا را از خود کرده، پادشاهی هم پس سر بگذار، سر تبوته و ناموس دین ایمان و اسلام تا از دست نده. باید مسلمان ناموس داشته باشه در دینش. انسانی که از خفای گناه و شهوت و حرامی ها رفت، اون ناموس ایمانش، ناموس اسلامش از دست داده است. جوانا جان من برخیز از خواب، مده از دست این روزهای نایاب. جوان عزیز، دادر عزیز، ای جان من، از خواب غفلت خود بیدار کن. این لحظه های قیمت جوانی تو در غفلت و گناه و نافرمان برداری نگذران. از دست نده این لحظه ها را که اینها را نمیابی. جوانی می رود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. ای دادر عزیز، این جوانی از تو میگذره میره، دیگر نمیابی ایره، دیگر نمیابی. وقتی که پیری آمد دیگر اثر از این لحظه خوشی جوانی باقی نمیمونه. زن شیطان تو را هر دم نبازد، به صاحبت تو را دشمن نسازد. مثل زن بر این شیطان تو را هر لحظه بازی نکنه، یعنی تو را فریب نکنه، از خدا و پروردگار دور نکنه و پروردگار این بدبخت ملعون شیطان را دشمنت نسازد. جوانی را ببخش در راه معبود، که تا بخش جوانی عاقبت سود. این جوانی که خداوند برای ما و شما داده است، حقش هم که این جوانی را ما در طاعت عبادت و بندگی الله ببخشیم، تا اینکه عاقبت آخرت این جوانی برای ما فایده ببخشد.